با عرض سلام و درود خدمت دوستان عزیز. بنده بوشاهین هستم. امروز میخوام طلسم محبت رو براتون آموزش بدم. دوستان، این طلسم محبت طلسمی هست بسیار قوی هست و میتونید این طلسم رو سر تخم مرغ نقش کنید. این طلسم که میکشم براتون میتونید سر تخم مرغ نقش کنید و اون شخصی که طلب دارید و اونو میخواهید مینویسید سر اون تخم مرغ و عزیمتی داره، عزیمت بسیار قوی هست که من هم عزیمت رو میخونم براتون. شما توجه داشته باشید. موقعی که تخم مرغ رو سر آتیش میذارید، آتیش باید چوبی باشه، سر گاز نباشه و تخم مرغ رو نزدیک آتیش میذارید، یعنی نه داخل آتیش، نزدیک آتیش که حرارت آتیش به تخم مرغ برسد و این طلسم رو که انا نقش میکنم سر اون تخم مرغ میذارید و عزیمتی که میکنم حتما میبایستی بخونید سر اون طلسم و بخورات خود که سر اون طلسم بخور میکنید. خب دوستان توجه داشته باشید، من طلسم میکشم و رمز و اعداد خود طلسم اینجا میکشم براتون. دوستان همینطور که دارم نقش میکنم میبایستی اعداد به صورت خلاف نوشته بشود. خب احرقت وقلب ولسان وعيون وشهوة فلان ابن فلانه. اگر زنی باشد بخواد بابت یه مردی کار انجام بدهد، اسم اون مرد اونجا می نویسه فلان ابن فلان، و اگر مرد باشد بخواد بابت زنی کار انجام بدهد میشه فلان بنت فلان، یعنی اسم مؤنث اونجا می نویسه و اسم مادر مؤنث. على محبت وعشق وهوس وسوسوه الى فلان، اسم خودتون اینجا می نویسید فلان ابن فلان. دوستان، این طلسمی که روی خود تخم مرغ نقش میکنید حتما این اعداد کامل نوشته بشوند و رمزهای خود طلسم و اون شخصی که میخواهید اسمش رو اینجا مینویسید على محبت و عشق و حسه و سرویز فلان ابن فلان، کامل چیزی که نوشتم نقش میکنه تخم مرغ و عزیمت مهمی که میبایستید سر اون تخم مرغ بخونید. عزيمات چنین هست: أعزمت عليكم يا محشر الجن والشياطين ويا أصحاب السحر والوسوسة الخناس من جنة والناس من جنود إبليس بحق هذه الروس الجن والشياطين يا خناطف يا ضبعة ويا دهنش الدهانش ويا مستقش النغش عجلوا بحق ربعة وضبعة ويا دهنش الدهانش ويا مستقر النغش عجلوا بحق أبو مرة إبليس وبحق زهرة سيدتك إن رسولك وبحقك وربك وضوع بت حق هذا الكلام طش طش أفت أفت عج عج عجلوا يا روس الجن والشياطين هيجوا هيجمان الشديد لهيج غلب ولسان فلان ابن فلانه. اون شخصی که میخواهید اسمشو میارید. الى محبت و عشق فلان ابن فلان، اسم خودتون و اسم مادرتون هم میخونید. في هذه الدموع الغلب والليل والأحراق والجني والبضبان الغلب إلى فلان ابن فلان لا لغراء ولا ليل ولا نهار بحق شحنطوش شحنطوش شق نغش شق نغش وبالغفور وبالغفور الثعبان الثعبان ومطرود ومطرود ومهجوش ومهجوش العجل العجل لميته لميته فإن أسرع بطرف العين من البرغ الدمع اللامع بحق بمهطش بمهطش أفش أفش بحق خاتم سليمان بن داود
هي بطرش لغا هي العجل الساعة. دوستان عزیز این عزیمتی که میخونید عزیمت بسیار قوی هست. میبایستی کسی پیشتون نباشد و در خلوت و ساعت خلوتی کارتون رو انجام بدید و موقعی که این تخم مرغ رو نزدیک آتش میذارید و این عزیمت رو میخونید حتما حواستون جمع باشه. ممکنه تخم مرغ منفجر بشه یا باز بشه یا خود فاصله بگیرید و این عزیمت رو بخونید به علاوه 41 حبه فلفل سیاه. 41 حبه فلفل سیاه موقعی که این عزیمت رو میخونید میندازید داخل آتیش سر اون تخم مرغ. خب دوستان کلیپ ما به پایان رسید. تا کلیپ های بعدی خدا نگهدار. کسانی که هم تمایل دارن با بنده در ارتباط باشن میتونن از طریق واتساپ به شماره 0938 532 87 29 در ارتباط باشن. تا کلیپ های بعدی خدا نگهدار.